همه ما روزانه مدت زیادی رو میشینیم و ممکنه که همیشه یک سری گرفتگی ها توی وسط سرشونه هامون داشته باشیم. این ویدیو مخصوص شماست. سلام، من پرنیان هستم. به یک کلاس یوگای دیگه با من خوش اومدید. امروز میخوایم راجع به قوز پشت صحبت کنیم، اینکه چه حرکت‌هایی انجام بدیم که یک ذره سعی کنیم این قوز پشتمون رو از بین ببریم. این ویدیو دقیقا مخصوص کسایی که زیاد میشینن، همیشه درد دارن توی کتفشون، یه سری گرفتگی ها وسط سرشونه هاشون احساس میکنن و اینکه میخوان که رفته رفته بهترش کنن. سعی کنید روزانه برای این حرکات وقت بذارید، 2 روز در میون، 3 روز در میون و انجامش بدید. برای شروع ما نیاز به یک بند داریم. حالا اگر بند یوگا ندارید میتونه که یه شال باشه یا هر بندی که در دسترستونه. ازتون میخوام دستتون رو جلو صاف نگه دارید. فعلا نمیخوایم فشار زیادی به سرشونمون بیاریم. در حدی که دستمون صاف عقب و جلو بشه بندمون رو باز نگه میداریم. با پشت کاملا صاف سعی میکنیم پشتمون صاف بمونه. دستمون رو آروم میبریم به سمت عقب و آروم میاریم به سمت جلو. ازتون میخوام چند دور تکرار کنید در حد توان. دم و بازدم داشته باشید و نفس بکشید. چند دور تکرار میکنیم. دم و بازدم. من اینجوری بگیرم که صداش اذیتتون نکنه. میریم تکرار. 5. خیلی آروم سعی کنید تون انجام ندید حرکات رو، مخصوصا این حرکت هایی که به کتف مربوط میشه. اگر سریع انجام بدید باعث میشه که کتفتون درد بگیره، پس خیلی آروم و ملایم. 3. دم و بازدم رو همچنان داریم. 2 و یه دونه دیگه. 1. میبریم دست رو پشت و برمیگردونیم. حالا شما میتونید تکرار بیشتری داشته باشید، میتونید تا 10 تا تکرار هم انجام بدید یا حتی 15 تا. حالا ازتون میخوام یه ذره بندتون رو کوتاه‌تر کنید. الان ممکنه یه ذره چالشش براتون بیشتر بشه، ولی رفته رفته باعث میشه که کتفتون نرم بشه و بتونید که این کار رو انجام بدید. حالا ازتون میخوام دوباره سعی کنید با دست صاف بندتون رو ببرید عقب و دوباره برگردونید جلو. ممکنه که الان بند رو کوتاه کردید یه ذره چالشش براتون بیشتر بشه، ولی رفته رفته درست میشه. بریم تکرار. سعی کنید صاف بشینید، پشتتون رو گرد نکنید به هیچ عنوان. کم کم درست میشه. برو تکرار. 3. عالی، همینجوری ادامه بده. 2. یه دونه تکرار دیگه. 1. عالی، دستتون رو ببرید پشت. حالا من نیمرخ میشینم که بتونید ببینید. دستمون رو پشت نگه میداریم. حالا ازتون میخوام این پشت سعی کنید بندتون رو کوتاه کنید، عرض سرشونتون نگه دارید. قشنگ سرشونتون رو بیارید به سمت عقب، رولش کنید. حالا ازتون میخوام خیلی نرم سعی کنید به کتفتون فشار نیارید، به سمت بالا ضربه بزنید. 10 9 8. خیلی ملایم، همجور که میبینید هیچ فشاری به خودم وارد نمی کنم. 6 5 4. پشت کامل صاف. 3 2 1. چند ثانیه بالا نگه میدارم. 5 4 بازدم. 3 2 و 1. دستم رو آزاد میکنم. یه ذره سرشونه‌هاتون رو میتونید تکون بدید که یه ذره دردی که گرفته از بین بره. حالا ازتون میخوام دوباره بندتون رو بردارید. عرض سرشونه به سمت بالا نگه میدارید. حالا ازتون میخوام سعی کنید دو طرف بندتون رو بکشید. فکر کنید یک کش دستتونه که از دو طرف میخوایم بهش فشار وارد کنیم. همزمان که داریم دو طرف بندمون رو میکشیم خیلی آروم سرشونه هامون رو از پشت به هم نزدیک میکنیم. دوباره برمیگردونیم بالا. خیلی آروم نزدیک میکنیم. دوباره برمیگردونیم بالا. میریم 5 تا تکرار میکنیم. 3 دم و بازدم.
فکر کنید یک کشه، بکشید 2. عالی. همچنان نفس میکشیم، یک دستمون رو عقب نگه میداریم، قشنگ سرشونه‌هامون رو میدیم عقب، تمام فضای سینه‌مون رو سعی میکنیم باز نگه داریم. نفس میکشیم، نگه میداریم، سرشونه‌ها همچنان عقب، نگه میداریم نفس و آزادش میکنیم. عالی. بندمون رو میتونیم چند لحظه کنار بزنیم و حالا ازتون میخوام وارد حرکت میز بشید. وارد حرکت میز میشیم، پشتمون رو صاف نگه میداریم، دم میگیریم. ازتون میخوام سعی کنید وسط کتفتون رو بدید به سمت داخل، سر به سمت بالا. اینجوری نه، این شکلی کاملا غلطه. قشنگ باید گردنتون رو دور کنید از سرشونه هاتون. باز دم پشتتون رو گرد کنید، سرتون رو بیارید به سمت داخل. یک بار دیگه دم قوس میدید. میتونید پشتتون هم گرد نکنید، پشتتون رو صاف نگه دارید. دم قوس میدیم، سر بالا، سرشونه ها عقب، وسط کتف داخل. باز دم پشتمون رو گرد میکنیم، سرمون رو میاریم به سمت داخل. یک بار دیگه دم قوس بده وسط کتف. خیلی مهمه سرشونه ها عقب نره داخل گوش. قشنگ لیفت کن خودتو بالا. باز دم پشتت رو گرد میکنی و آزادش میکنی. تکرارش بستگی به خودت داره، میتونی خیلی بیشتر از اینا تکرار کنی، میتونی کمتر تکرار کنی، ولی تکرار بیشتر خیلی بهتره. حالا ازتون میخوام آجر یوگا بردارید. ممکنه یه سری آجر یوگا نداشته باشن، اصلا اشکالی نداره. یه کتاب قطوری اگه داریدم کاملا به دردتون میخوره. اگر ندارید دیگه چه چیزایی میتونید بذارید؟ کتاب، آجر یوگا، هر چیزی که یه ذره ارتفاع داشته باشه از سطح زمین و یه ذره اینجوری محکم باشه که دستتون توش فرو نره. حالا فعلا از مرحله آسون‌تر شروع میکنیم، آجرامون رو میخوابونیم. حالا ازتون میخوام به حالت میز قرار بگیرید، آرنج دستاتون رو بیایید بذارید روی آجرتون. کف دستاتون رو هم میتونید به هم بچسبونید، هم میتونید توی همدیگه کلاف کنید. حالا ازتون میخوام خیلی آروم سینه‌تون رو به سمت زمین فشارش بدید. اگر گردن درد داری سرت رو بیار به سمت پایین، اگر گردن درد نداری میتونی سرت رو بالا نگه داری. حالا ازت میخوام با هر دمی که میگیری سعی کنی قشنگ سینه‌ت رو به سمت زمین فشار بدی. نفس میکشی، 10 دم و بازدم، 9 8 7 بازدم، 6 5 4 بازدم، 3 کتف فشار، 2 و 1. یه دور برمیگردی به سمت بالا. خیلی عالی بود. کم کم احساس میکنید وسط سرشونهاتون اصلا حالش داره خوب میشه، تمام اون گرفتگی ها داره از بین میره. حالا اگر بخوایم یک کوچولو چالشی ترش کنیم، آجرامون رو عمودی میذاریم. حالا ازتون میخوام دوباره آرنجاتون رو بذارید روی آجر، مواظب باشید فقط آجرتون نیفته لطفا. دوباره دست کلاف. حالا دوباره سینمون رو به سمت زمین فشار میدیم. اگر میبینی فشاری نداری یه ذره میتونی زانوهات رو ببری عقب‌تر و بازدم فشار سرشونه به سمت، فشار سینه به سمت زمین. نگه میداریم دوباره. 10 9 دم و بازدم، 8 7 بازدم، 6 5 بازدم، 4 سرشونه ها فشار، 3 2 و 1. برمیگردیم به سمت بالا. خیلی عالی بود. میتونید چند دور حرکت رو تکرار کنید تا 3 دور به نظر من کافیه. بیشتر باعث میشه که حالا ممکنه که کمرتون درد بگیره، واسه همین تا 3 دور به نظر من کافیه. حالا هم میتونید با آجری که پایینه، هم میتونید با آجری که عمودی حرکت رو تکرار بکنید. آجرمون رو میذاریم کنار. من سعی میکنم که حرکات رو بگم با 1 دور تکرار
که هم حوصلتون سر نره، همین که فقط ببینید که حرکات چطوری هستش و بتونید که خودتون تکرارش رو بیشتر کنید. حالا روی شکممون دراز میکشیم. حالا ازتون میخوام کف دوتا دستتون رو بذارید دو طرف سینه. سرشونتون رو کاملا از پشت به همدیگه نزدیکش کنید. این شکلی توی گوش نمیریم، قشنگ رولش میکنیم. حالا تا جایی که احساس کمردرد نداری دم بگیر، بکش خودت رو به سمت بالا. یکی ممکنه اینجا باشه، یکی ممکنه کاملا بتونه بیاد به سمت بالا، یکی ممکنه که پایین تر باشه. هیچ اشکالی نداره، فقط همین که سعی کنی سینت رو از روی زمین بلند کنی کافیه. باز دم برمیگردیم پایین. یک بار دیگه دم سرشونه هامون رو رول میکنیم، میاییم به سمت بالا. باز دم برمیگردیم پایین. در حد توان تا جایی که احساس کمردرد نداری. دوباره سرشونه ها رول. اینجوری نداریم اصلا به هیچ عنوان، این حرکتمون نیست. این اصلا بیشتر داره به گردنمون فشار میاره. قشنگ باید سرشونمون بره به سمت عقب، سینمون باز شه. باز دم برمیگردیم پایین. یک بار دیگه دم سرشونه ها رول به سمت عقب. باز دم برمیگردیم پایین. یک بار دیگه دم سرشونه ها رول به سمت عقب. باز دم برمیگردیم پایین. حالا ازتون میخوام پیشونیتون رو بذارید روی زمین. عالی. دستاتون رو از پشت توی همدیگه کلاف کنید. قشنگ سرشونتون رو به همدیگه نزدیکش کنید. حالا دم بگیرید. ببین من اصلا دارم فشار نمیارم، فقط دارم سینم رو از روی زمین بلندش میکنم. باز دم دوباره برمیگردم روی زمین. سرشونه هات رو به هم نزدیک میکنی، میای بالا. باز دم برمیگردی. یک بار دیگه سرشونه ها رو نزدیک میکنی، میای بالا. باز دم برمیگردی. دستت رو آزاد میکنی، میری توی حرکت سجده قرار میگیری. برای استراحته. حالا میتونی هر جور دیگه که فکر میکنی استراحت کنی. چند لحظه سجده رو مکث میکنی. این حرکات باعث میشه که هم اون قوز پشت از بین بره، هم باعث میشه که روی فیله کمر کار بشه. واسه همین اگر میبینی در طول حرکات یه فشاری توی کمرت هم داری، بدون که درسته، داری اشتباه انجام نمیدی. ولی اگر تاکید میکنم کمر درد داری، لطفاً حرکات رو در حد توان برو. اصلا لازم نیست فشار مضاعفی به خودت وارد بکنی. خیلی عالی. یک بار دیگه میریم روی شکممون دراز میکشیم. حالا ازتون میخوام پیشونیتون رو که روی زمین میذارید، من روی زمین نمیذارم چون ممکنه که صدام براتون بد بشه. دستامون رو دو طرف باز میکنیم. شما پیشونیاتون روی زمین هستش. حالا ازتون میخوام دستاتون رو از طرفین بکشید به سمت بالا، دوباره بذارید به سمت پایین. بکشید به سمت بالا، بیارید به سمت پایین. احساس میکنی هر وقت که میاری بالا کتفات داره به هم نزدیک میشه، دوباره میبری به سمت پایین. میاری به سمت بالا، کتف هم نزدیک میشه، دوباره میاری به سمت پایین. بازم تاکید میکنم شما پیشونیتون روی زمین هستش. یک بار دیگه تکرار. بالا نگه میداریم. 5، سرشونه ها نزدیک. 4، بازدم. 3، 2، 1. آزاد میکنیم. دوباره بلند شیم. خیلی عالی. آفرین بهتون. برمیگردیم. یک بار دیگه میخوایم که بندمون رو برداریم. شما میتونین حرکات رو بیشتر برید. به نظر من هر حرکتی رو 10 تا 15 بار انجام بدید. حرکت هایی که مثل قبلی که رفتیم آجر گذاشتیم، مکس کردنی بود، 3 تا 10 ثانیه‌ای توش حتما مکس داشته باشید. بذارید اون کششه رو احساس کنید، اون حال خوبه رو حس کنید.
اون گرفتگی هایی که دارید میبینید از پشتتون میره رو احساسش کنید. ازتون میخوام بندتون رو بگیرید، یه دستتون بره به سمت بالا، یه دستتون بره به سمت عقب. خب حالا یکی نمیتونه دست پشتیش رو انقدر موازی نگه داره، میاره به سمت پایینتر، هیچ اشکالی نداره. ما فقط این افتادگی سرشونه رو نمیخوایم، میخوایم پشتمون کامل صاف باشه، سینمون کامل باز باشه. حالا اگر میتونی، اگر اوکی، میخوای فشار بیشتر ایجاد کنی، بندت رو کوتاه‌تر میکنی، قشنگ سینت رو بازش میکنی، دست پشتی رو موازی زمین قرار میدی، دست بالایی رو عمودش میکنی، 10 ثانیه مکس میکنی. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. همینجا میریم به سمت بعد. دست بالا عمود، سرشونه ها قشنگ عقب، پشت صاف. 10 9 8 7 6 سینه باز، 5 4 بازدم، 3 2 1 آزاد. یک دور دیگه بریم با هم تکرار کنیم. دست عقب، نگه دارید نفس. 10 با من نفس بکشید. 9 8 بازدم، 7 6 5 بازدم، 4 3 2 1 سمت بعد تکرار. 10 9 پشت صاف، 8 7 6 5 4 3 2 1 و آزادش میکنیم. دست بند میره کنار، خواستم بگم دستتون میره کنار، بند میره کنار، میرید توی حالت سجده قرار میگیرید و بدنتون رو آزادش میکنید. امیدوارم که تمرینا مناسبتون بوده باشه. باز هم تاکید میکنم در حد توانتون حرکات رو انجام بدید، ولی مطمئنم که بعد از انجام دادن این حرکات مثل من یک عالمه احساس خوب و رهایی توی سرشونه هاتون و کتفاتون احساس میکنید. احساس میکنید تمام اون خستگی هایی که به خاطر نشستنهای طولانی مدت توی کتفتون ایجاد شده داره از بین میره. ازتون میخوام حتما حرکات رو انجام بدید، نتیجهش رو بهم توی کامنت ها بگید. توی کلاس بعدی میبینمتون.